در سرزمین پاکی و راستی، در کهندیار تاجیکان با شکوه و شهامت خاصه، نوای چنگ و چغانه، دمیدن سبزه و سمنک، گل و رستنی ها از آمد نوروز سال نوی تاجیکان درک می دهد. این نوا و صدا به قلب خرد و کلان گرمی روزگار و محبت زندگی را بیدار می سازد. شعر و ترانه، هنر و عنعنه، رقص و بازی با لباس چکن و ادرس گلدختران زیبای تاجیک هم نوا می گردد. نوروز بین المللی، رمز اتحاد و سرجمی و آسودگی مردم. نوروز یعنی احیای روز نموی نور، بروی عالم، به دشت و دمن، یعنی شادی، یک جهان آبادی، پیغام نیاگان بر گوش وارثان، پاسداری فرهنگ ازلی در نوروز جهان افروز.